یه تایپوگرافی اصولی و جذاب همیشه میتونه طرح ما رو خیلی خیلی خوشگل و جذاب تر بکنه. برای اینکه تایپوگرافیمون خیلی قشنگ تر بشه باید از تکست استایل یا افکت متنی استفاده بکنیم. توی این آموزش میخوام بهتون این افکت متنی و تکست استایل خیلی خفن رو به صورت کامل یاد بدم. این آموزش فقط یکی از پروژه های سوپر دوره آموزش جامع گام به گام فتوشاپ ماست که میتونید به صورت رایگان و کامل تماشاش بکنید. من پیمان صدوق و اینجا compressco.net. بریم و خیلی سریع این آموزش خفن رو با هم شروع کنیم. با نام و یاد خدا بچه‌ها سلام، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب و عالی و درجه یک باشه. خیلی خوش اومدید به ادامه سوپر دوره آموزش جامع گام به گام فتوشاپ. توی گام و مبحث بلندینگ آپشن هستیم و توی این ویدیو و این جلسه هم میخوایم چند تا دیگه از تکنیک های بلندینگ آپشن رو با هم بررسی بکنیم و یه جوری بلندینگ آپشن رو در قالب این پروژه ها با هم یاد بگیریم و قشنگ بره تو خوردمون با مثال های خیلی زیاد. میبینید که الان یه استایلی ما اینجا داریم و خلقش کردیم. حالا قشنگ کامل بهتون توضیح میدم که شما میتونید خیلی ساده متنتون رو عوض بکنید و مثلا من اینجا میتونم بنویسم پیمان میبینید خیلی ساده فقط متن رو نوشتم و خیلی راحت میتونم مثلا بیام روی استایل اینر شادو کلیک بکنم و زاویه رو تغییر بدم. میبینید واو، هم اون برقهای سفیدی که گوشه کلمات افتاده داره جابجا میشه با زاویه نور، هم سایه ها. میبینید که خیلی جذاب این اتفاق داره واسه ما میفته و در اصل امروز و توی این ویدیو میخوایم با هم این تکنیک رو بررسی بکنیم که مطمئنم حتی کسایی که فتوشاپ رو تا حدی بلد بودن و توی این دوره اومدن، حالا نگم مطمئنم، احتمال خیلی زیاد میدم درصد خیلی بالایی از بچه‌هایی که حتی با بیس فتوشاپ اومدن توی این دوره هم این تکنیک رو بلد نباشن. و خب بریم شروع کنیم دیگه، بریم کارمون رو شروع بکنیم. من میام اول ببینم سایز پروژه‌مو 2500 بسته بودم. اوکی، یه دونه سند جدید با ابعاد 2500 در 2500 رزولوشن 72 پیکسل بر اینچ RGB میسازم. خب راستی محیط فتوشاپ من یه ذره الان اگه ظاهرش فرق کرده، من فقط F رو از رو کیبورد زدم بچه‌ها. این شکلی بود، اینجوری یه مقدار محیط بزرگتری رو به ما میده، به خاطر همین من اینو انتخاب کردم. خیلی خب، ابزار تی رو یعنی تکست تی رو میذارم تا ابزار تکست واسه من فعال بشه و اینجا فارسی می‌نویسم کمپرس. خیلی خوب، این از کمپرس تقریبا ابعادش خوبه و یه تکست دیگه هم این پایین می‌نویسم که آدرس وبسایتمون باشه compressco.net. متن رو میذاریم رو حالت وسطچین و فونت رو هم از مربع استفاده میکنم و بولد. اینم از این. یه مقدار میتونم فاصله بین حروف رو زیاد بکنم، یه دوره‌ای هم به گام تکست بکنیم و یه مقدار فاصله بین حروف رو زیاد میکنم. خب حالا خود فونت رو یه مقدار کوچیک میکنم و با کنترل J ازش یه کپی میگیرم، میارم پایین تر، دوباره روش کلیک میکنم. یا حالا اگه فتوشاپتون پایین تر ابزار تکست رو انتخاب میکنید، یه بار روش کلیک میکنید و اینجا مینویسم پیمان صدوق که کپی رایت ماجرا حفظ بشه. اینو میذارم رو اولترا لایت و یه مقدار کوچیک‌تر میکنم. درس اولترا لایت هم بذار یه ذره ضخیم‌تر کنیم، لایت کنیم. درس جلسات قبل رو اگر خوب یاد گرفته باشی در رابطه با تایپوگرافی کامل الان دیگه باید حرفه‌ای باشی. حالا حرفه‌ای هم نگم، میدونی، چون به هر حال تمرین زیاد میخواد، یعنی صرف دیدن آموزش نیست، واقعا باید به لول خیلی خوبی الان رسیده باشی. و اگه سوالی چیزی هم داشتی در رابطه با تایپوگرافی میتونی از طریق پشتیبانی از ما بپرسی. همه رو ببینید من ویو زدم
کنترل پایین نگه داشتم، همه رو با هم گرفتم. تی رو میزنم ابزار تکست فعال میشه، وسط چین میکنم از اینجا. وی رو میزنم ابزار موو فعال میشه و دوباره از این ورم وسط چین میکنم. البته با صفحه وسط چین نشد، کنترل ای رو بعد میزدم و بعد وسط چین رو میزدم که با صفحه وسط چین بشه. خیلی خوب، این از نوشتار ما. بریم و کم کم کار رو شروع بکنیم. من الان با این کمپرس فارسی کار دارم و میخوام به این استایل بدم. دوبار کلیک میکنم و بلندینگ آپشن برای من باز میشه. میبینید که اینجا من تعداد زیادی دراپ شادو و اینا دارم که حالا اینا رو سر فرصتش قشنگ با هم صحبت میکنیم، توضیح میدم بهتون. الان فعلا نگران این نباشید. ببینید ما میخوایم یک نور داخلی ایجاد بکنیم. خب بچه‌ها، برای نورهای داخلی بهترین گزینه اینر گلو هست. منتها اینر گلو یه سری مزایا داره، یه سری محدودیت ها داره. اینر شادو هم همینطور. اینر شادو برای سایه داخلی، اینر گلو برای درخشش و نور داخلیه. من اینر گلو رو که بدم و مثلا چه میدونم حتی بیام یه مقدار شدت هم بهش بدم، میبینید اینهاش. ببینید یک، این که دو حالت داره برای من، اج و سنتر. میبینید یه دونه رو لبه ها کار میکنه، یه دونه روی سنتر کار میکنه. ببین الان داریم در رابطه با بچه اینر گلو هم صحبت میکنیم ما. خب یعنی قشنگ در قالب پروژه وقتی میریم جلو این مدلیه دیگه، نمیایم دونه بدونه اینا رو بگیم و بعد بخوایم کاربرداشو مثال بزنیم. همین الان تو دل ماجرا دارم بهتون میگم، پس دقت بکنید بهش. به اضافه اینکه در آینده کلی پروژه های دیگه هم داریم که اصلا شما بلندینگ آپشن رو فول میشید، یعنی دیگه اصلا به یوتیوب و پوتوب و هیچ نیاز نخواهید داشت. پس اینجا ما یکی حالت اج و سنتر رو داریم و خب حالت چوک و سایز برای افزایش این محو بودنه و شدت و قدرت این محو بودنه رو داریم. عرض به خدمتون کانتور رو داریم اینجا که خب جاهای دیگه هم هست ولی اینجا هم هستش. تفاوت بزرگی که ما میتونیم با اینر شادو داشته باشیم توی قسمت سورس هست و زاویه. ببین ما اینجا نمیتونیم زاویه رو تغییر بدیم، اما توی اینر شادو ما اون حالت سنتر و اج یا لبه ها رو نداریم، منتها زاویه داریم. خب اینجا الان برای ما اون زاویه مهمه. یه جا ممکنه زاویه مهم نباشه و اون لبه مهم باشه برای ما، یا اون سنتر برعکس واسه ما مهم باشه که اونو میخوایم بزنیم. حالا مثلا میتونیم حتی از ساتین هم استفاده بکنیم، ساتین هم یه جورایی مشابه اون هست، حالا کاری ندارم نمیخوام گره بزنم اینا رو تو هم. من الان از اینر شادو استفاده میکنم، اسمش اینر شادوه، اما اگر ما بیایم و بلند مود ها رو تغییر بدیم، یعنی مثلا اینو بذارم روی نورمال یا اسکرین و رنگ رو بذارم روی سفید، میبینیم که برای ما داره اون حالت داخلی رو میاره. اگر بخوایم شبیه اینر گلو باشه که خب از اینر گلو استفاده میکنیم، ولی اگه می‌خواستیم شبیه اون باشه دیستنس رو 0 میکنیم که همون حالت ادج یا لبه ها برای ما ایجاد بشه. میبینید این همون حالت چوکش هستش که میبینید تقویت داره میکنه، ولی من الان اینو نمیخوام. پس اولین گزینه اینه که دیستنس میدم، حالا توی یه زاویه خاص، هر زاویه‌ای که دوست داشتم، و بعد از اون میزانی سایزه. بچه ها این اعداد الان بهتون نمیگم چند بذارید، فعلا شما هم نمیخواد به اعدادا نگاه بکنید و نوت برداری حتی بکنید. بیایید جلو، همینجوری میبینید که جلوتر هی ادیتش میزنیم، یعنی این عددا اصلا آیه قرآن نیستش که نخوایم عوضش بکنیم. پس عدد 11 و 16 که من الان زدم همینجوری حدودیه کاملا، یا 64 زاویه که زدم کاملا حدودیه. من نیاز دارم به یک اینر شادوی دیگه که خب حالا اینجا هست، بذار من اینو پاکش بکنم که با هم بریم جلو. نیاز دارم به یه اینر شادوی دیگه. چرا نیاز دارم؟ به خاطر اینکه ببین این لبه ها میبینی انگار که یه نوری مثلا از این زاویه، بذار از این زاویه اینا راست بذاریم، بهتر از 0 بکنیمش، انگار از سمت راست، بذار من یه ذره شدتش رو زیاد کنم، یه نور عجیبی اومده و این لبه ها رو خیلی روشن کرده. این حالت که دیگه لبه ها دیده نمیشه و من میخوام لبه ها دیده بشه. به خاطر همین میام یک شادوی دیگه اضافه میکنم، نکن روی این به اضافه کلیک میکنم، یه شادوی دیگه ایجاد میشه. شادو پایینیه، میخوام همین سفیده باشه.
دستکاریش نمیکنم. شادو بالاییه اینا مثل لایه ها میمونه دیگه، اینا بر هم مقدمن، هرچی بالاتر میرن. شادو بالاییه رو میذارم دوباره رو همون، بذار اصلا ریستش بکنیم، میذارم رو همون حالت مشکی، مینی مولتیپلای و مشکی. حالا یه مقدار دیستنس رو افزایش میدم، یه مقدار سایز رو افزایش میدم، کاملا چشمی. میبینیم که لبه های مشکی برای ما ساخته شد. یعنی من اینجا یه حالت، البته بذارید که چیزاشم زیاد بکنیم، حواسم نبود، اوپاسیتی رو زیاد بکنیم. خب این اوپاسیتیش زیاده و میتونیم توی چوک رو زیاد بکنیم که تقویت بشه. حالا بعدا شاید لازم باشه اصلا چوک رو تقویت نکنیم، نمیدونم. دیستنس اینو یه ذره کم کنیم، جاش یه ذره سایزش رو زیاد کنیم. ببین همه اینا رو بعدا دستکاری میکنیم، یعنی باید اون اتفاقی که میخوایم بیفته و بعد ببینیم کدوم حالت بهتره. در حال حاضر همین اعداد. پس شما اصلا به عددا کار نداشته باشید، بازی باید کار بکنید، یاد بگیرید. خب ما تا اینجا تونستیم اون یه حاله خیلی ریز رو درست بکنیم. برای اینکه بتونیم این حاله رو یه حالت تفکیک ایجاد بکنیم، انگار که مثلا داریم از پوسترایز استفاده میکنیم یا مثلا از لول استفاده کنیم، یه کنتراست شدیدی انداخته. یادتون میاد یه کنتراستی مینداختیم مثلا تو ماسکمون یه حالت محوی داشت، مثلا دوربری که کرده بودیم ماسکمون یه حالت محوی داشت، لبه هاش میومدیم با افزایش کانتراست، با لول یا حتی با خود سلکتن، با پنل سلکتن ماسک با افزایش کانتراستش لبه ها رو تیز میکردیم. اینجا هم ما باید یه همچین بلایی سر این لبه ها بیاریم، منتها دیگر لول مبل خبری نیست، چون ما میخوایم همه اینها توی پنل بلندینگ آپشن اتفاق بیفته که طرف فقط کلمه کمپرس رو بکنه، پیمان چه میدونم بکنه، محمد هر اسمی هستن، چه میدونم هر چیزی، آقا مثلا شرکت مثلا ایرانسل یا هر چیزی خاص بکنه، مشکل نداشته باشه، یه دونه کلیک میزنه و تکست رو عوض میکنه. حالا میخوایم بریم این کار رو انجام بدیم. بعد چیکار بکنم؟ میام روی استروک کلیک میکنم، بذارید من اینو ریست بکنم. شما یه لحظه سورپرایز نشید، اوه چی جوری شد اینجوری شد. استروک رو میذارم رو حالت اینساید، خب که کامل داخل رو برای من بپوشونه تا جایی که ببین کل این اصلا تا ته هم میتونید برید، شما مشکلی نداره، چون این متن رو بخواید بزرگ کوچیک بکنید بعدن اگه اینو یه لبه بذارید مجبورید دوباره تغییرش بدید، میتونید تا ته بکشیدش، مشکل نداریم. رنگ استروک رو بچه‌ها باید 128 بذارید وسط. خب برای اینکه حالا یک حالت اینه که بیاین از اینجا دونه دونه اینجوری برید 128 انتخاب کنید، یکی همینه که بذارید سفید و برایتنس رو بذارید روی 50. این خود به خود برای شما 128 رو میسازه. میبینید ما به خاکستری میانه قشنگ میتونه اصلی نیاز داریم. اوکی میکنیم. اولین کار من باید تیک اوورپرینت رو بزنم. اینجا وقتی موسم رو نگه میدارم مینویسه blend stroke against current layer. یک بار دیگه انگار که این بلند رو برای ما اتفاق، یعنی رقم میزنه. اینجوری بهتون بگم، من اوورپرینت رو میزنم، الان اتفاق خاصی نمیفته، ولی اگر بیام بلند مود خودم رو بذارم روی حالت هارد میکس، حالا برای من اون لبه ها رو درست کرد. اگر اوورپرینت رو ورداریم چی؟ میبینیم که این اتفاق میفته. البته من برم رنگ زمینه رو عوض بکنم کاملا متوجه میشید. این نیست که غیب شده باشه الان یا اوپاسیتی صفر شده باشه، نه، رنگ زمینه اگه عوض بشه نگاه کنید چه اتفاقی میفته. با تغییر رنگ زمینه خیلی قشنگ ما یه همچین بلند مودی رو خواهیم داشت که الان من به این کار ندارم. پس تیک اوورپرینت رو میزنیم که یک بلند مجدد انگار اتفاق داره میفته. و الان باید بریم سراغ تنظیم اینا. خب اینجا ببین لبه های مشکی رو داریم. مشکی ما کدوم بود؟ این بود. میتونیم بگیم آقا الان 3 تو 5 پیکسل بیا داخل و با افزایش سایز نگاه کنید، میبینید داره این لبه ها رو واسه ما نرم تر میکنه. ما میخوایم این اندازه باشه. تقریبا به نظرم خوب. عددش چنده؟ 40. حالا بریم تو اون پروژه مثلا ببینیم مثلا از یه عدد دیگه استفاده کردم. اینر شادو دومی اون سفید است. خب 17 تا دیستنس داره. اولین چیز من دیستنس رو کم و زیاد میکنم ببینم چی خوبه چی بده. فکر میکنم این خوبه که 14 میکنیمش 15 روند باشه. میمونه چوک و سایز. چوک رو اول کم کنیم مثلا. او خب تاثیر میذاره. یه مقدار چوک رو زیاد میکنیم. 8 میکنیمش 10. خب
برای عدد سایز یه مقدار زیادش میکنیم یا کمش میکنیم، کم میکنیم. عدد 10 گزینه خوبیه، اصلا عالیه. میخوام یه مقدار این از لبه ها بیشتر فاصله داشته باشه. باید برم سراغ اون شادو مشکیه، چون اینا اینجا رنگ مشکی داریم دیگه. اینو بکنیم 10 احتمالا خیلی میافته جلو. آره همون 5 بذاریم یا 8. یه ذره میبینیم فاصله افتاد. حالا میزان سایز رو یه ذره کم میکنیم. الان میبینیم فاصله یکم بیشتر شد. عدد 29 میذاریم عدد 30. باز هم تاکید میکنم شما رو این عددا هم کار نکنید، خودتون برید جلو و به نتیجه برسید. حالا چرا انقدر لبه ها برای من زمخت و زاغارته؟ اگر من بیام میزان اپاسیتی این استروک رو کم بکنم، انگار که میبینید داریم برمیگردیم به همون فده، همون حالت فید بودنی که قبلا داشتیم. میبینید اینا قبلا یه حالت فید داشتیم که این اومد برای ما یه تفکیک کرد. خب حالا هر چقدر من اینو کم بکنم، میبینید لبه ها نرمتر میشه تا جایی که ببین پیکسل های خود فونت با پیکسل های این تقریبا برابر باشن کفایت میکنه. 99 من میذارم 98، یه ذره نرمتر 97. آره الان تقریبا لبه ها ببین این لبه‌ای که اینجا هست با لبه‌ای که اینجا هست تقریبا برابری میکنه. خیلی خوب، ببین به همین سادگی من تونستم این سفیدیه رو درست بکنم. حالا من میخوام تغییر رنگ اتفاق بیفته. کجا؟ تو بلندینگ آپشن، نه خود فونت برم تغییر رنگ بدم فونتو. توی بلندینگ آپشن اگر من بیام روی بلندینگ آپشن این، یعنی روی لایه 2 بار کلیک بکنم، بیام تو پنل بلندینگ آپشن، ببین باز من یه توضیح ریز بدم. استروک رو از قبل باهاش آشنا هستیم، خیلی تنظیمات عجیب غریبی هم نداره، ولی باز اینجا من یه توضیح درباره استروکم بدم، یادم رفت. سایز که میزان خود استروکه. حالت پوزیشن که میگه اینساید باشم یعنی درون باشم یا بیرون باشم یا سنتر. سنتر نصفش میفته، سعی کن تو پروژه‌های دیگه هم استفاده میکنیم. سنتر نصفش میفته وسط، نصفش میفته بیرون، نصفش میفته داخل. ما اینجا اینساید گذاشتیم. اینجا هم که بلند مودش رو داریم که مفصلا تو سرفصل بلند مود ها فکر کنم 4-5 ساعت با هم صحبت کردیم. میزان اپاسیتی که دیگه کامل میدونید اصلا اپاسیتی مفهومش چیه. اینجا تایپش روی کالر هست. حالا بعداً در رابطه با گرادینت و پترن هم صحبت خواهیم کرد. نمیخوام همه رو یه جا بهتون بگم. و کالر هم که دیگه رنگشه، پس چیز عجیب غریبی نیست. اینر شادو و 2 تا اینر شادو داشتیم. می‌خواستم بگم اینر شادو و اینر شادو اینر شادو و اینر شادو در اصل سایه داخلی هستن که ما یاد گرفتیم که میشه ازشون هم به عنوان نور داخلی مثل این استفاده کرد، هم به عنوان سایه داخلی میشه ازش استفاده کرد. حالا برای رنگ بخشیدن به یک آبجکت از طریق پنل بلندینگ آپشن یا لیر استایل، ما میتونیم روی کالر اوورلی کلیک بکنیم. به همین سادگی وقتی که کلیک میکنیم روی کالر اوورلی، حالا این الان اسکرین رو بذار ریست دیفالتش بکنم، میتونیم خیلی ساده نگاه کنید هر رنگ که دلمون میخواد رو بهش بدیم. میبینید منتها میبینید لبه های مشکی رو نتونسته بپوشونه. خب ما بعد از اینجا اینو بذاریم رو حالت اسکرین که خیلی بهتر رنگ رو بخورونه بهش. منتها میبینیم لبه های سیاه برای ما رنگ نشده، چون اینا حالت اینر شادو هستن. اینن نگاه کنید مال اینه. پس ما باید یه پله بالاتر از این بریم برای رنگ کردن. پس من میام کالر اوورلی رو تیکشو خاموش میکنم، اوکی میکنم. حالا یه تکنیک دیگه که میخوام بهتون یاد بدم اینه که بچه ها از بلندینگ آپشن، از لیر استایل ها ما رو همه چی میتونیم استفاده بکنیم. رو تکست میتونیم، روی اسمارت آبجکت میتونیم، لایه عادی میتونیم، روی گروپ میتونیم. الان بهترین گزینه برای من گروپ هست. یعنی یه کنترل جی بزنم برای من کمپرس تبدیل به یک گروپ میشه. اتفاق خاصی نیفتاد، ولی الان میتونم به گروپ خودم کالر اوورلی بدم. حالا میبینید که خیلی قشنگ هم رو اون مشکی و هم روی این مشکی داره کار میکنه. بلند مودش رو میذارم رو حالت اسکرین و رنگ رو میذارم روی چیزی که دلم میخواد. کد رنگی که دلم میخواد 185 با سچوریشن 100 دیگه کامل بلدیم اینا رو. و برایتنس چند بود؟ خود 60 گذاشته بودیم یا 50 بود؟ فکر کنم 60 بود. آره اگه اشتباه نکنم 60 بود. و اینتر. خب میبینید که چقدر خوشگل داره پیش میره. البته که باز یه سری اینها رو میتونیم کم و زیاد بکنیم. همون شادوها رو که دستکاری بکنیم اینها
کم و زیاد میشن. اما الان بریم قسمت های بعدی. ببین ما برای سایه میبینید که من چقدر اینجا دراپ شادو دارم و نیاز داریم به تعداد زیادی دراپ شادو. حالا تو فتوشاپ که بیشتر از 10 تا به ما اجازه نمیده درست بکنیم، منتها ما از همین 10 استفاده میکنیم. خب بعد چی کار بکنم؟ مرسی که تا اینجا همراه من بودید. برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه کل آموزش رو 2 قسمت کردیم. ادامه این آموزش رو توی قسمت بعدی میتونید تماشا بکنید.